در روزهایی که اروپا با موج نوی گرما روبرو شده است، خادمان باغ حیوانات شهر پراگ پایتخت چخیا شرایط خاصی را برای باشندگان باغشان تشکیل کردند. این بهترین راه نجات آنها از گرما می باشد. بر علاوه این یک امکانی وقت گذرانی خوب برای آنهاست. آنها بازی با یخ را دوست می دارند چون در داخلش غذای خوب جای داده شده است. آنها روزی دراز در بالای یخ بازی کرده حرارت معتدل را حفظ می کنند. بعضا یخ پاره ها را همراه با غذای داخلش فرو می برند. هفته اول ماه اوگوست برای اولین بار در تاریخ معاصر چخیا گرما به 41.5 درجه سلسی برابر شد. در این وضع خادمان باغ برای خسهای سفید دوگانیک گریگار و الیوت روزانه تا 3 تن یخ پیشکش می کنند. غذای خسها که اساساً از میوه و سبزیجات و ماهی عبارت است در شکل یخماس تقدیم می شود. اکثر حیوانات باغ در این حال گرمای فوق‌العاده به وضعیت مطابق شدند، اما ما باز هم تلاش برای بهبود حیات آنها در این شرایط را ادامه می‌دهیم. برای خرس‌های سرد دوستدار سفید ما جهاز خاصی تولید یخ به دست آورده ایم. قفس آنها را با آب سرد سرشار می‌کنیم. همچنان در قفس خرس‌ها کاندیسیونرهای هوای سرد جای دادیم. لازم شد آب شرشره را هم فراهم می‌آوریم. همین گونه در روزهای گرما عائله گریلاهای باغ حیوانات پراگ به تناول غذا در داخل یخپاره‌ها عادت کرده است. مردم زیادی که در نزد قفس‌های حیوانات جمع شده‌اند شوخی‌آمیز می‌گویند که در این هوای گرم هوس دارند که در کنار حیوان‌ها در داخل قفس باشند. با آنها حسد دارم، اما امیدوارم که در این هوای گرم این اقدام‌ها به حیوان‌های باغ کمک می‌کنند.